دلیل شکستن پای غزال نایت فاش شد. غزال نایت هنرمند افغان چرا و به چی دلیل پایش شکست؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی غزال نایت بار جارایش. غزال نایت اکنون در کدام کشور است و در چه حالت زندگی دارد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت یکی تن از هنرمندان موفق، مشهور و محبوب کشور است. شهرت و محبوبیت هنری خوبی دارد و با تمامی هنرمندان زن افغان در رقابت است. غزال نایت عاشقانه میخواند و به کارهای هنر آوازخوانیش همواره ادامه داده است. همیشه خواسته یکم جلوتر از دیگر هنرمندان افغان باشد، ولی بارها غزال نایت از طرف علاقمندان و دوزاران صدایش نقد شده است. غزال نایت چند روز قبل کنسرت بزرگ را در کشور انگلستان برگزار کرد و غزال نایت در این کنسرت رقصید و لباسهای خیلی عجیب هم بر تن کرد و به همین دلیل غزال نایت چند روز قبل در صفحات مجازیش نشر کرد که یک پایم شکسته است. وی در کانادا در شفاخانه بستری است و برای مدت طولانی از راه هنر موسیقی دوری گزیده است. غزال نایت هنرمند خوب کشور است که وی هنر موسیقی را از استاد نظیر خارا در سن نوجوانی آموخت. غزال نایت اکنون در کانادا است و با خانواده‌اش زندگی می‌کند و از همسرش رجارایش جدا شده است. دوستان و عزیزان غزال نایت دلیل شکستن پای غزال نایت را حادثه ترافیکی می‌دانند، ولی غزال نایت تا کنون علت اصلی شکستن پایش را بیان نکرده است. ولی ما آرزوی موفقیت، خوشحالی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان موفق و مطرح کشور خود خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.